سلام دوستان. خب خوش اومده باز به یک ویدیو دیگر از زبان روسی. خب در این ویدیو ما یک موضوع بسیار هم خوب را به شما میفهمانیم که بسیاری از زبان آموزانی مثلا زبان انگلیسی در این مشکل دارن که مثلا در کجا ما از این استفاده کنیم، در کجا از at و در کجا از on و در کجا از by مثلا و اینها پیشایند میباشند. خب preposition این رو ما در این ویدیو به شما میفهمانیم در کجا استفاده میکنیم از آن، از این مثلا و در کجا نه. خب و در دیگر ویدیو ما preposition های on at رو هم نیز به شما میفهمونیم. خب preposition این مثلا این یک ترجمه خودش مثلا در درون میباشد. بچه ها مثلا in the box مثلا در درونی کروکه. اگر گیم in the morning چی میشود؟ در اینجا نادرست میشود. در درونی صبح نمیشود، مثلا این نادرست است. خب در اینجا مثلا پیشایند میشود. خب در کجا ما از پیشایند این استفاده کرده میتوانیم. خب مثلا یک مثالش مثلا یکم در کجا استفاده کرده میشن؟ در seasons مثلا در فصل های سال، مثلا در تیرما، در بهار، در زمستان. خب مثلا فصل ها در summer در تابستان، مثلا در spring in spring، مثلا in winter مثلا در زمستان، یا اینکه in fall مثلا یا اینکه در تیرما. ما از این استفاده میکنیم از preposition in یعنی پیشایند این. خب یک تیشه فهمیدیم که در کجا استفاده میشود. خب دیگه‌مش بچه‌ها چی؟ در months مثلا به مانند همه ماها، مثلا اکتبر، نوامبر، دسامبر یا اینکه و می، جول خب و غیرش. مثلا و مانند که مثلا the weather is cold in the November خب یا یک چیز دیگر مثلا parts of the day، years، month خب و دیگرها. مثلا in an hour مثلا یا اینکه مثلا در 5 سال، مثلا ما گفتیم که parts of years، مثلا in 5 years مثلا در 5 سال، in 3 days در 3 روز. مثلا ما از یک چند قسم های روز هم مثلا از این استفاده کنیم، یعنی که مثلا in 7 hours مثلا در 10 ساعت. خب سیم راه کاربردش مثلا در 3 قسمی روز، مثلا in the morning، in the evening in the afternoon. خب مثلا ما نمیتونیم گوییم که on the morning یا اینکه at the morning، نمیتونیم گفتیم فقط in the morning. مثلا من تو رو در صبح زنگ میزنم I call you in the morning، مثلا نمیتونیم بگیم I call you on the morning، نادرسته. برای ما باید دانیم که این در کجا استفاده می شود، on در کجا استفاده می شود و at در کجا استفاده می شود که در ویدیوهای دیگرش ما درباره at on به شما معلومات میدهیم. خب چهارم مثالش که در استفاده می شود مثلا در city or country، مثلا در شهر یا اینکه دولت، مثلا in Moscow، in London، in Tajikistan و غیره. خب یک چیز دیگهش مثلا برای century or long periods، مثلا برای عصر و یک مدتی دراز نیز از این استفاده کرده می شود. خب مثلا در پرکتیک ما میبینیم مثلا خب یک مثال. خب من دوست می‌دارم راه گشتن را یعنی سیرگشت کردن را در بهار، خصوصا در ماه می. خب دیدیم بچه‌ها در اینجا ما نمیگیم که مثلا I love to walk in the spring especially in May. خب بچه‌ها ببینید مثلا ما نمیتونیم که بگیم که at the spring یا که at on May یا که on spring، نادرست میشود. برای ما باید دانیم که preposition این در کجا و برای چه زمان‌ها استفاده میشه. مثلا I love to work in the spring especially in May. خب مثلا ما گفتیم باز چه در ماه‌ها استفاده میشه. مثلا به مانند Sarah was born in December، مثلا سارا در دکبر تولد شده است. خب
بمونندی که گفتیم باز برای ماه گفتیم در تبلیغ دیگه میماره ببین برای ماه هم گفتیم از این استفاده میشه بمونندی the weather is cold in November مثلا یعنی ما باد هوا در ماه دکبر خنک میباشد یا اینکه Grant was born in 1977 یعنی اما او در سال 1977 تولد شده است یا اینکه مثلا یکی برای فصل ها مثلا I like to go skiing in winter مثلا من دوست می‌دارم لیژرانی را در زمستان یا اینکه مثلا you run every day in the morning مثلا ما نمیتونیم بگیم on the morning درست میشود خب برای شما در یگان ورق این تبلیغی که من گرفتم مثلا season months in the morning in evening afternoon city or country نویسید مثلا این در انامین جاها استفاده کرده میشود مثلا you run every day in the morning مثلا on the morning نمیشود یعنی by the morning at the morning نادرست میشود شما میدوید هر روز در صبح خب مثال دیگر he reads in the evening مثلا او میخواند در شام مثلا اگر بگیم که او میخواند در شب چی he reads at night نمیتونیم بگیم که مثلا he reads in the night برایم ندرست میشه برای که night یا را ما در درس دیگه میگیم که on و در at میشه مثلا at the night یا اینکه بمانندی we live in دوشنبه گفتن که برای شهرها ایسا دوشنبه شهر میباشد we live in دوشنبه یا اینکه برای دولت گفتیم they live in Russia آنها زندگی میکنند در روسیه یا اینکه ما گفتن که برای یگام قسمی روز یا اینکه ساعت یا اینکه سالها استفاده می شود I do it in 5 hours مثلا من این را انجام میدم در 5 ساعت یا اینکه I do it in 5 days من این را انجام میدهم در 5 روز یا اینکه I do it in 5 years 5 months مثلا چی همش درست است خب این بود در درسی درباره پرپوزیشن این امیدوارم که یگام معلوماتی خوب در این باره این گرفته باشید خب تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید